با سلام خدمت دوستای هم ارتعاشی کانال معجزه فرشته. به کانال فرشته خیلی خوش اومدین دوستای خوبم. من فرشته هستم و اومدم اینجا تا براتون یه سری کارهایی رو انجام بدیم با هم دیگه، تا بتونیم زودتر به خواسته هامون برسیم، تا بتونیم هم انرژی با هم ارتعاش با هم دیگه کمک کنیم تا به این خواسته های خوبمون زودتر برسیم. دوستای خوبم، حالا یه توضیح اگه بخوام من بدم، من این کانال رو تازه راه اندازیش کردم، اما شما برید تو کپشن رو بخونید متوجه میشید که من سالهاست که راجع به این علم تحقیق میکنم. هنوز هم دارم تحقیق میکنم، آموزش دیدم، استادای خیلی بزرگی دارم که از اونا کدها رو میگیرم، سیگل ها رو میگیرم، رونیک ها رو میگیرم و بدون هیچ گونه پول یا درخواست مالی من اینا رو کاملا رایگان در خدمت کسایی که دوست دارن جادوی سفید داشته باشن و جادوی سیاهی پرهیز کنن در اختیارشون قرار میدم. تو ویدیوهای من اگه هر جا به مشکل خوردین تو کامنت بنویسین، با دل خیلی باز، با روی گشاده جوابتون رو حتما میدم عزیزای من. بالاخره کانال تازه تأسیسه و با کمک شما دوستان میتونه خیلی بهتر از اینی که روز به روز من برای شما ارزش قائل هستم و بهترینم رو دارم ارائه میدم، بهتر هم خواهد شد. آموزش های ثروت و طلسم و از بین بردن سحر و خیلی چیزهای دیگه، کدهای خیلی خوبی برای من تازگی ها آموزش دیدم، همش به روز هستش و بهترین ها رو براتون آوردم دوستای خوبم. امروز میخوام چند تا بهتون برای جذب ثروت و خواسته چند تا کد و یه روش های بهتون یاد بدم که الان دیگه همه مشکلات مالی دارن و اینا واقعا کمک میکنه. ببینید دوستان، چند تا مورد رو باید رعایت بکنید. یکی این که اول از همه سوای این آموزشی که داده میشه و تو میخوای بری و اینا یه برگبو بیاری و حالا اون آموزشایی که من به شما میدم و انجام بدی، اول از همه حالتو خوب کن. با حال خوبته که همه اتفاقای خوب برات میفته. حالتو خوب کن. تا زمانی که حالت خوب نباشه، انرژیت منفی باشه، ارتعاشت پایین باشه، هیچ اتفاق خوبی برات نمیفته. ولی وقتی ارتعاشت بالا باشه، حال دلت خوب باشه، ببین چه معجزات خوبی برات اتفاق میفته. دوستای خوبم، من اینا رو تو کتابا نخوندم، واقعا همه اینا رو دونه دونه تو زندگی خودم و اطرافیانم دیدم، آزمایش کردم، انجام دادم، زندگی کردم که الان اینا رو با شما شیر میکنم. پس به من شک نکنید، با من همراه بشید و با دکمه سابسکرایب زدن میتونید همیشه منو دنبال کنید. منم خوشحال میشم که بدونم چه دوستای خوبی در کنارم هستن تا انرژی بگیرم و کدهای خیلی طلایی و خوبی براتون بیارم که هیچ کانالی نداره، مطمئنم که نداره. دوستان، امروز یه آموزش داریم، جذب پول. برای جذب پول و خواسته، یعنی همون آرزو یا درخواست، چیکار میکنی؟ یه برگبو میاری با ماژیک یا خودکار سبز. ببینید بیشتر پول، ثروت خودکار سبز و قرمزه، حالا اینجا هم که سبز. یه برگبو میارین این شکلی و کد 888 4 طرف این برگبو میکشی. 888 888 پس شد کد 888 و فرکانس 963 که
دارین گوش میکنین و با این فرکانس عالی، فرکانس خداوند، شفای روح میگیریم، هممون به خواسته هامون زودتر میرسیم، چاکرا هامون باز میشه، همه چی عالی میشه، همه چی. حالا این وسط میایم مبلغ پولت. حالا مبلغ پول، من ماژیک کوچیک‌تر من میدم که شما ببین. اینجا مبلغ پولتو مینویسی یا خواستتو مینویسی، یعنی یه آرزویی داری، اون آرزوتو مینویسی، مبلغ پولی که میخوای رو مینویسی، حالا هر چیزی که میخوای رو این وسط مینویسی. این کدا رو که نوشتی، این برگه بو رو مینویسی. چی کار میکنی؟ میسوزونی 21 روز، روزی 1 عدد. اگه میخوای به خواستت برسی شک نکن و انجام بده. من مطمئنم که به خواستت میرسی. من معمولا چون ترسم که دستم بسوزه باشم، اینو میسوزونمشو میذارم توی آبی شمعمون که تموم شد. بیاییم چه صدای قشنگی داره، صدای خوبم. میبینید چه صدای قشنگی داره. برگ بو یکی از بهترین های کائناته. همینجوری توی ظرف بذارید که بسو. چه بوی قشنگی. کاش این بوشو شما میتونستین حس کنین. البته که وقتی انجام میدین مطمئنم که این بو رو شما هم حس میکنید. این بوی رسیدن به خواسته هامونه. دومین چیزی که براتون آوردم دوستای خوبم، اونم تقریبا جذب سریع پول هست. حالا اینو چیکار کنیم؟ میگین حالا این موندش چیکار کنیم؟ عزیزای من، اینو برگ بو رو میتونید به باد هم بدین، میتونید تو سینک ظرفشوییتون بریزین. لطفاً تو توالت فرنگی یا دستشویی نریزین، چون اینا همشون متبرک هستن. اینا خواسته هاتون هستن، درخواستاتونن دوستای خوبم. اینا رو هر جایی نباید ریخت. به باد بدین، چون 4 تا عنصر رو داریم رعایت میکنیم دیگه. آتش و خاک و کاغذ، خاک میشه تقریبا، و باد و آب. حالا یا به باد میسپاریمش یا تو سینک ظرفشویی میریزیم و تمام. 21 روز این کار رو انجام میدیم. میریم برای جذب سریع پول. چیکار میکنیم؟ عزیزان، فهو رو که همه میشناسین. فهو خیلی مقدسه. این فهوی ماست. حتما با سبز کشیده شود. اصلا این مهمه، سبز. یه فهوی خوشگل این وسط کاغذت میکشی. این تلفیقی از سیگل و کده. خیلی سریع جواب میده. حتما انجام بدید. 8 5 2 0 یه 8 دیگه 7 4 1. تو آموزش ویدیو قبلی که فکر میکنم قبل از این ویدیو باشه، 7 4 1 گفتم چی هست. این که به سرعت نور اتفاق میفته. کد 7 4 1 یعنی به سرعت نور اتفاق بیفته. 5 2 0 هم که کد ثروته. 8 هم کد بی‌نهایت، ثروت، معجزه و همه ایناست. فهو هم که عدد سیگل مقدس فراوانی و جذب پوله. دوستای خوبم، این رو میکشید، یه کاغذ برمیدارید، این رو میکشید. شارژ قاعده 12 تایی. 12 تایی چی بود؟ 12 تا از این کاغذ میبرین با دستتون، اینو میکشین، خواستتون رو مینویسین که الان من مینویسم، نمونهشو بهتون میگم. بعد تو نمک، با نمک و اون سینی که تو ویدیوهای قبلیم انجام دادم و آموزشش رو کامل براتون گذاشتم،
طریقه شارژ کردن خواستتون و سوزوندن و قاعده 12 تای شارژ که می‌نویسم، یعنی همون کار رو باید انجام بدین. 12 تا کاغذ رو اینا رو می‌نویسین همراه با آرزوتون، میذارین تو سینی نمک، شمعتون رو روش میذارین. بعد از 20 دقیقه هر یه دونهشون میسوزونین تا 12می و همینجور خاکسترش رو داخل سینک ظرفشویی میریزین و تمام. این هم 21 روزه. 21 روز. حالا اینو کشیدین، حالا چی می-نویسین؟ میگین که جذب شود هرچه سریعتر پول و ثروت فراوان و پول نقد فوری از برای اسمتو می-نویسی، فرزند اسم مادرتو. دوستان میتونید اینجا یه و بذارین، اسم شخص دیگه ای رو هم اضافه کنید. فکر میکنم تا 2 نفر دیگه میتونید اضافه بکنید. میتونید با یه دونه کاغذی که دارین می‌نویسین، یه خواسته که می‌نویسین، اسم کسای دیگر هم بنویسین. به حق فرشتگان مقرب. آمین. سپاسگزارم فرشته. دوستان روی رگ دستتون هم میتونید بنویسید. من اینجا رگ دستم می‌نویسم که حالا میتونید روی رگ دستتون تا رسیدن به نتیجه این کار رو انجام بدین. روی رگ دستتون میکشین و هم می‌نویسید. خب یه خورده فرکانس گوش کنیم. 963 که فوق‌العاده فرکانس عالیه، فرکانس خداونده و فوق‌العاده خوبه. میخوام یه آموزش آخر کوچولوی دیگه هم بهتون بدم. یه کد ثروت جادویی. یه کد ثروت جادویی. رنگش مهم نیست. با هر رنگی میتونید بنویسید. کد چیه؟ 2 9 1 8. میتونید اینو رمز آبرتون بکنید، کارت آبرتون بکنید، رمز گوشی بکنید. حالا خود کم و زیادش کنید. 2 تا 2 مثلا 9 1 2 تا 8 چه بهتر. این عدد توش باشه. و اینکه رو رگ دستتونم میتونید بنویسید که انجام. من الان یه دونه رو رگ دست می‌نویسم تا شما بدونید که میگیم کلا رگ دست دیگه آموزششو داشته باشید. پس شد کد این سمتی ننویسید. ببینید رگای دستمون این سمته، ما میخوایم که روی دستمون باشه. 2 9 1 8. اینو هی میتونید مدام تکرار کنید تا 21 روز تا رسیدن به خواستتون. اصلا محدودیت نداره. کدها هیچ محدودیتی نداره. من که اصلا به 21 روز فکر نمی کنم برسه. بهتون قول میدم که به 21 روز نمیرسه و شما سریعتر به اون چیزی که میخواین میرسین. به حق فرشتگان محرر این سیگل ها و کدها. دوستای خوبم، دوستای عزیزم، خیلی ازتون ممنونم که این کانال رو حمایت میکنید تا دوستای خوب دیگه هم مثل شما هم ارتعاشیای خوب من تو سراسر دنیا همدیگه رو پیدا بکنیم و آموزش ببینیم، به دیگران هم منتقل بکنیم تا همه به خواسته های خیلی خیلی خوبشون از طریق کائنات برسن. ازتون خواهش میکنم شما با وارد شدن به دنیای جادوی سفید، به دنیای کائنات، دیگه سمت جادوهای شیطانی و سیاهی به هیچ عنوان نرید. البته که خداوند کمک میکنه که هیچ وقت اون سمتی قدم نذارید. همین که شما اومدید به این کانال و دوست خوب من شدین، مطمئن باشید که من نمیذارم که دیگه شما به اون سمتی برین. اگه میرفتین یک زمانی، میدونم که جادوی سفید جادوی سپیدی هستش و جادوی سیاهی و سپاه سیاهی رو نابود میکنه. با نور باشین دوستای خوبم. دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.